آیا تو جی تی ای میشه داره گفت صندوق باز کرد؟ لایک بکن تو بریم. اول از همه ما به یه سوپری بریم تا ببینیم به چه رد و برق زیبایی. خب داشتم میگفتم میریم به یه سوپری چون اونجا یه گاو صندوق مخفی هست. البته زیاد مخفی نیست ولی خب وارد سوپرمارکت که شدین میاین اینجا، دقیقاً همین جایی که من دارم میام و شما بیاین و بله یه گاو صندوق اینجا میبینیم که میخوایم ببینیم آیا درش باز میشه یا نه و C4 میندازیم. وقتی قشنگ درش C4 چسبونیم می از این شنبولاتیشی ها برمی‌داریم و بله میریم تو هوا. ای وای بر من دارم میسوزم حقیقتش. او نگاه نکنیم بچه‌ها، نگاه نکنیم. من ببینم چه خبر. اینو آقا بگذاریم. متاسفانه از منطق خوب جی تی در گاو صندوق با نشد و ما به نشانه رضایت اینجا چند تا از این آب نبات ترقه‌ای ها میندازیم و میریم. اینجا مثل تو این فیلم ها یه سیس لاتی بگیرم. بونژور مادام.